از این 10 مدل شکلات مغزدار فوری و خوشمزه رو درست کن که فوق‌العاده پرطرفداره و مغز هر کدوم متفاوته که هم جای شیرینی رو پر میکنه هم جای شکلاتو. ذخیره‌اش کن که هم فوریه هم ابزار خاصی نمیخواد. بیسکویت‌ها رو با هر وسیله‌ای که داریم کاملا پودرشون می‌کنیم. اگر میکسر نداشتی میتونید از گوشت‌کوب استفاده کنید. 2 قاشق بهش شکلات صبحانه یا نوتلا اضافه می‌کنیم. به اندازه یه گردو ازش برمی‌داریم، یه مغز می‌ذاریم وسطش و گردش می‌کنیم. و نیم ساعت می‌ذاریم درون یخچال. درون یه ظرف شیشه‌ای یا استیل کاملا خشک، 2/3 شکلات رو به روش بماری روی بخار آب ذوب می‌کنیم و می‌ذاریم 1/3 دیگه با دمای خود شکلات ذوب بشه. اینجوری شکلات دیگه نمی‌سوزه و براق‌تر میشه. فندق‌ها رو با حرارت پایین بدون اینکه چیزی بهشون اضافه کنیم تفت میدیم. بوش که بالاشو رو از روی حرارت برمی‌داریم، خورد می‌کنیم و برای روکش شکلاتی به شکلات اضافه می‌کنیم. پک‌ها رو توی شکلات می‌غلطونیم و می‌ذاریم که ببنده. شونیز پرطرفدار ما آماده است. ببینید که چه بافتی داره. شکر رو کف تابمون پهن می‌کنیم، با حرارت خیلی خیلی ملایم می‌ذاریم که شکرمون کاراملی بشه. اصلاً هم نمی‌زنیم، فقط هر از گاهی به این شکل تابه رو تکون میدیم که شکرها جابجا بشن، نسوزن و کامل ذوب بشن. به این مرحله که رسید شکر کاراملی ما آماده است. خام بکره رو روی حرارت ملایم می‌ذاریم تا باز بشن و داغ بشن. اصلاً نباید بجوشن، همونجور که داغ به کارامل اضافه می‌کنیم. توی این مرحله کارامل بخار زیادی می‌کنه، به کارامل شوک وارد میشه و کارامل خودش رو جمع می‌کنه. با همون حرارت کم هم می‌ذاریم تا کارامل دوباره شروع کنه به باز شدن. یه مقدار نمک بهش اضافه می‌کنیم، هم می‌ذاریم تا کاراملمون غلیظ شه. از روی حرارت برمی‌داریم و می‌ذاریم خنک شه. برای بماری کردن شکلات حواستون باشه که از ظرف و قاشق کاملا خشک استفاده کنید، چون اگر آب داخلش بره سفت میشه. از انواع قالب‌های سیلیکونی میتونیم استفاده کنیم. قالب رو با شکلات پر می‌کنیم، چند ضربه می‌زنیم و برش می‌گردونیم که شکلات اضافهش خارج شه. اطرافش رو با چاقو تمیز می‌کنیم، می‌ذاریم توی یخچال که شکلات ببنده. اضافه‌های شکلات هم می‌ذاریم دوباره بماری بشه و استفاده می‌کنیم. وقتی که کارامل سرد میشه باید همچین بافت کشداری داشته باشه. دستمون رو چرب می‌کنیم، بهش شکل میدیم و می‌ذاریم به عنوان مغزه شکلات وسط شکلات. میتونیم به تنهایی هم کارامل رو توی قالب سیلیکونی بهش شکل بدیم و استفاده کنیم. وقتی که فیلینگ گذاری کردیم روش رو با شکلات پر می‌کنیم، چند ضربه می‌زنیم که هوای اضافهش خارج شه و اضافه‌هاشو با چاقو برمی‌داریم و می‌ذاریم توی یخچال که کاملا ببنده. به همین آسونی شکلات خوشمزه ما آماده است. فقط ببینید چقدر جذابه. شکلات سفید کره و خامه رو میذاریم روی بخار آب که به ماری بشه و به این شکل یک دست و روون بشه. برای 2 طعمش به 2 قسمت تقسیمش میکنیم. به یک قسمت پودر پسته، به یک قسمت هم پودر نسکافه اضافه میکنیم. میتونید از انواع مغزیجات، پودر قهوه و پودر بیسکویت هم استفاده کنید. میریزیم توی این قالبای نیم دایره، 1-2 ساعت میذاریم درون فریزر که ببنده. بعد از قالب خارج میکنیم. به ته فیلینگمون خلال دندون میزنیم و روی یه دونه از این چوب پنبه ها نصب میکنیم. حالا شکلات بماری شده رو میریزیم توی قیف، میریزیم روی فیلینگمون طوری که شکلات ازش شوره کنه. تکون میدیم که اضافات شکلات بریزه و شکلات سفید هم روش میریزیم که دو رنگ بشه. مطمئنم یک بار امتحانش کنید، عاشقش میشید. شکلات جما یکی از خوشمزه ترین شکلات است. پیشنهاد میکنم حتما یک بار امتحانش کنید. اینم از بافت داخلش. برای شکلات پشمکی نیاز داریم به 2 شات قهوه خوری که داخل یکیش پشمک میریزیم و با پشت قاشق صاف میکنیم. بعد شات دومی رو داخل شات اولی میکنیم، فشار میدیم تا پشمکامون فشرده شن و بعد برمیگردونیمش. 10 دقیقه میذاریم درون فریزر که کمی سفت شه. شکلات رو میذاریم به ماری شکمی که از دما افتاد میریزیم روی پشمکا و پشمکا رو باهاش کاور میکنیم. شکلات نباید داغ باشه وگرنه پشمکمون رو آب میکنه. چند ضربه میذاریم که شکلاتای اضافهش بریزه و میذاریم توی یخچال که شکلاتا ببنده. از یخچال خارج میکنیم، طرف دیگه‌ش هم شکلات میریزیم. من به صورت برعکس توی همون شاتا گذاشتم و خیلی راحت با شکلات روشو پر کردم و در آخرم با شکلات سفید تزیینش کردم. برای شکلات نارگیلی شیر عسل رو کم کم به پودر نارگیلمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم و با دست ماساژ میدیم تا حالت خمیری پیدا کنه و با دست شکل بگیره. اگر شیر عسل رو کم بریزیم خمیرمون ترک برمیداره، باید به این شکل باشه. حالا دستمون رو چرب میکنیم، یه مقدار از موادمون برمیداریم، ما بین دستامون بهش شکل میدیم و میذاریم کنار به این شکل. شکلات رو به روش بماری ذوب میکنیم و خمیرای نارگیلی رو میغلطونیم داخلش و میچینیم روی کاغذ روغنی تا شکلات ببنده. به همین آسودی شکلات نارگیلی های خوشمزه و خوشبافت ما آماده است. برای طرح انداختن شکلات فقط کافیه دستمون رو کنیم درون شکلات و روی قالبمون طرح بندازیم. وقتی شکلاتمون بس، یه شکلات دیگر رو بماری میکنیم و توی قالبمون رو باش پر میکنیم. چند ضربه میزنیم، قالب رو برمیگردونیم، شکلات اضافهش خارج شه. با چاقو اطرافش رو تمیز میکنیم. برای فیلینگش 2 قاشق کره بادوم زمیده رو با 3 قاشق عسل مخلوط میکنیم. هم میذاریم تا کاملا یک دست بشه و میریزیم وسط شکلاتایی که بسته.
من از مغز بادوم زمینی هم استفاده کردم و در آخر هم سطحش رو با شکلات میپوشونیم. اضافات شکلات رو با چاقو میگیریم میذاریم توی یخچال که ببنده. ببینید چقدر خوشگل شد فقط با یه حرکت ساده. اینم از مغز داخلش. پوست و هسته خرما رو جدا میکنیم میریزیم درون میکسر. وقتی خرماها خوب له شد بهش گردوی خورد شده رو اضافه میکنیم. دلخواه یک قاشق بهش ارده اضافه میکنیم. خوب همه مواد رو با هم میکس میکنیم. درون قالبمون رو با شکلات بماری شده پر میکنیم. چند ضربه میزنیم و قالب رو برمیگردونیم تا شکلات اضافهش خارج شه. و با یه چاقو اطرافش رو تمیز میکنیم و میذاریم درون یخچال تا شکلات‌ها ببنده. یه مقدار از خرمای میکس شدهمون برمیداریم. توی قالبمون رو باهاش پر میکنیم. و سطحش رو با شکلات بماری شده میپوشونیم و میذاریم توی یخچال تا شکلات ببنده. وقتی شکلات‌ها رو از قالب خارج میکنیم. با ورقه‌های خوراکی طلا تزیینش میکنیم. این ورقه‌های خوراکی رو لوازم قنادی‌ها دارن. به دلخواه تیکه ازش برمی‌داریم روی شکلات قرار میدیم و با دستمون به صورت ضربه‌ای فیکسش می‌کنیم. ببینین چقدر خوشگل شد. اینم از مغز داخلش. شکلات سفید رو به شکل بماری ذوبش می‌کنیم و برای رنگ کردنش از رنگ پودری حلال چربی استفاده می‌کنیم. از رنگ خوراکی ژله‌ای نمیتونید برای شکلات استفاده کنید. رنگ پودری رو بهش کم کم اضافه می‌کنیم تا به رنگ دلخواهمون برسیم. حالا نیاز داریم به قالب سیلیکونی. از هر قالب سیلیکونی که دوست دارید استفاده کنید. برای داخلش از انواع مغزیجات و ترافلا استفاده می‌کنیم. و روش رو با شکلات بماری شده پر می‌کنیم. چند ضربه می‌زنیم و می‌ذاریم شکلاتمون ببنده. ببینید که چقدر خوشگل شد. اینم از شکلات آجیلی جذابمون. برای شکلات ژله‌ای قالبمون رو با شکلات سفید بماری شده پر می‌کنیم. برمیگردونیم شکلات اضافهش خارج شه با چاقو تمیز می‌کنیم. یک بسته پودر ژله دلخواه رو با 1/3 لیوان آب داغ ترکیب می‌کنیم. می‌ذاریم روی بخار کتری و یک قاشق بهش گلوکز اضافه می‌کنیم. هم می‌زنیم تا ذرات گلوکز ژله حل بشه و یک دست رو روون بشه. کمی که از دم افتاد وسط شکلاتامون رو باهاش پر می‌کنیم. و سطحش رو با شکلات سفید می‌پوشونیم. روش رو با قیف یک بار مصرف شکلات تزیین می‌کنیم. اینم از مغز ژله‌اش. ببینید چقدر جذابه. برای این مدل هم از رنگ پودری صورتی استفاده کردم. شما به وسیله رنگ‌های پودری میتونید انواع شکلات با رنگ‌های دلخواه رو بسازید. داخل قالب رو با شکلات پر می‌کنیم، برمیگردیم شکلاتش خارج و می‌ذاریم ببنده. موز رسیده شده رو با چنگال له می‌کنیم و با کیک پود شده ترکیب می‌کنیم. من از کیک آماده استفاده کردم. مخلوط می‌کنیم تا به این شکل خمیری شه. یه مقدار ازش برمی‌داریم توی شکلات‌ها رو باهاش پر می‌کنیم. از انواع مغزیجات هم می‌تونید استفاده کنید. سطحش هم با شکلات می‌پوشونیم و می‌ذاریم شکلات ببنده و با ترافل تزیینش می‌کنیم.